سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به این ویدیو بنده اساسین ساسان. دوستان همکنون سکو جیم رایگان اینا رو 500 جیم رایگان هم به هم میدهد. بله سنگم داد وایسا ببینم. برو اینکو نجدی برو خجالت نکش. خب مگه من 2 تا سنگ نداشتم؟ ما یه دونه سنگ نه راست یه دونه سنگ رو داشتم. خب دوستان اومدیم همکنون کو بنده خدا کجایی؟ همکنون تپاپم گرفتیم. همکنون کجایی؟ این بنده خدا خبر نبی. همکنون هریش سید هری آمده دوستان عزیز. همکنون هری دوستان قراره که این سایت جدیدی که تا حالا ندیده بودم بکنیم اول بار یا دوم بار نمیدونم دقیقا، و این به این صورته که میتونی اینجا شانست رو درست کنی. خب وقتی بذار روی این 500 تا ازت میگیره ولی حتما یکی اینا رو میده. این دوتا رو انشالله نده. شلوارش خیلی داد. خب دوستان ما یه دونه اول با یه دونه 5 تایی شروع میکنیم. ببینیم چه گفتی بهمون میده. هیچ، اما میذاریم روی این، خودمونم اذیت نمیکنیم، میزنیم ببینیم چی بهمون میده. خب اینم شلوارش به پیرن آشغالی. بله همین همکنون پیرن آشغالی. خب میزنیم ببینیم این دفعه چی میده. نه خدا وکیلی فکر کنم میخواد اینا رو بذاره آخر سر بده. نه من میدونم تا الان شلوارشو بهم. شلوارش ببین منو. نه خدا وکیلی اینا چیه داره میده؟ اینا چیه؟ من خدا وکیلی من بخاطر هری اومدم کفشش داد. خب کفشش هم دوست دارم. خوبه. شلوار به چیمون اینم بزنیم، پیرهنش هم بگیریم، تماشه بره بیگارش. خب دوستان اینم ست کامل هری. بریم ببینیم یه بررسی به این ست هری بکنیم. هری ست هری اومده. ست هری خب این چیه؟ به درد نمیخوره ولی خب اوکیه. خب دوستان همکنون ست ما رو بزنیم ببینیم این کفش هری کجایی؟ داشتمون هری پاتر وارد عمل میشود. ای بابا چرا کفشش رو من هی رد میکنم؟ چشم نمیبینه کفشش کجاست؟ خب دوستان عزیز همکنون کفشش قلیب شد. نه جدی کفشش کجاست؟ اینهاش. خب دوستان کفش بسیار زیبا. حالا وقت چیه؟ اصل کاری یعنی چی؟ شلوارش میگن تو آبی است. اوف داداشا ما دیگه باهاتون بازی نمیکنم. اصلا من براتون دیگه ویدیو نمیگیرم برین گل کنه. خب دوستان نشوخی میکنم. این از این میو چی بذاریم؟ نه خدای میو چی بذاریم؟ میو کجایی؟ این سیاهه. یه چیزی موی شبیه خودش دارم. کچل الان کچله کیو؟ داشمون کچله نیست. کچل نه مثل که کچل نیست. کچل خونه نمیباشه. اینک که نیستش. مو که اینک نیست. فکر کنم همین خوبه. ولی خب حالا بذار ببینیم باز چی داریم. که موی وینسنزویی داریم دیگه. این موه رو داریم یوتیوبریه. اینو میگفتم شبیه خودش. اینا که اصلا ست مشکی شد. زغال. اینو زغال شدیم. یعنی مو دیگه حالا کبرات بویا. این چیه خدا وکیلی؟ بویا خیلی موشاش بالای. نه دوستان همکنون اینم خوبه ولی دیگه چی دارم؟ نمیخوام اینو نه خدا وکیلی. این خوبه. خب دوستان نه این ویدیو پایان نمیرسه اینجا. میتونیم این امدرم بدیم لول 6. بریم چند تا از باکساشو بخریم که برای این بزنیم. اینجا نمیده. تو شد دنس خیلی زاغاردی. یعنی دنس از این آشغال تر نمیشد.
یعنی واقعا هیچ دنس از این احمقانه تر نبوده واکنم بیارم. این چیه؟ بعد میبینه یا حال نمیکنه میشکنه انگار روانی چیزی. خب اینم که هیچی. بریم یه ذره باکس امده بخریم. استور میریم لاک رویال استور. اینجا یا فاموس بندازیم. این فاماسا این اولین کوشه، این دومشه، این سومشه. بسینم این دوتا دمیج داره. این دو ریته یه دمیج. این یه ریت و یه ریلود اسپید داره. اینم دوتا رنج داره. فکر کنم این از همشون بهتره. با اینکه اول گردانست، این اول گردانست یا اون زمان نگرفتیم. نه خدا وکیلی آخه من چی بگم به این بازی. یعنی هر چیزی اینجا بودش. مثلا کنین اینجا بهترین یو ام پی قبل از یو ام پی گردونه بود. اینم این دمیج بودش. داره این زیاد جالب نه. حالا بریم کجاست؟ الهی نه جعبش کن. نه همین الان جعبش به من نشون بده تا جعبت نکردم. راستی باید همین جا باشه. اینجا نیستش. برو. آها اینجاست. چرا بالا نمیومد؟ امده بچه کدومه؟ امده میدونین کدومه؟ اینه امده دیگه. این خدا را شکر. ببینیم چند تا میتونیم بخریم. خب این 21 بازش کن ببینیم چیه. این چند تا دیگه داریم؟ 200 تا دیگه جمع داریم. دقیقا 200 تا. 5 تا دونه. اون 5 تا دونه نمیشه کارش کرد. نه خدا وکیل این 5 تا نمیشه کارش کرد. داشت یه لحظه وایس من ویدیو بگیرم. بیام دیگه. خب همکنون سلک شلوار هری داره. بریم بدیمش لول 6. خب دوستان همکنون لول 6 همت چیه بابا؟ امده لول 6 دیگه. چند تا دیگه کم داریم. 500 خورده چیزی نیست. یو اول فرض چقدر میخواد؟ حالا طبیعیش اینقدر میخواد. خب دوستان ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اول وایسین یه گان خوبم بگیریم دستمون. گان خوب چی باید بگیریم دستمون؟ چه کواتی شد. خدایی خیلی خوب شد. فقط یه ذره گونده است. این خوشگله، اینم خوشگله، اینم مشکله، اینم همه خوب. این یه ریت آف فایر میاره پایین. یعنی این خداست. این خیلی خوبه. خیلی همین باید چی بگیریم بهش بخوره؟ نه خدایی چی بگیرم دستم؟ نه آشغالی. نه شروع میگم نه هیچ کنمش آشغالی نیستن. فقط اکه من هیچی نداره. نشوخه میگم اکه من چی داره. نه خدا وکیلی این پیکوبرا بگیرم دستم. واه چه چیز برگریزون شد. خب یه لحظه وایسیم ببینم. میو بنفش هم یه دونه داشتم. یه میو هم پایینه داشتم. میوی خوبی بود. این چی؟ این چی خفن شد. این خوبه. اینم دارم. اینم دارم. اینو ندارم. اینم دیدم میپوشم ولی خیلی اصلا خوشم نمیاد. اینم خوبه. بد نی. اینم بعدک نی. اینم که خیلی مسخره است. اینم دیگه تهشه. این بدک نیست. خفن شد ولی خب خوشم نمیاد. نه اینو از همه بیشتر دوست دارم. اول اگه بخوام صد هری اینجوری بزنم اینو میپوشم. بعد این حالا این قرمزی گابتره. بذار من یه کفش خوبم باش پیدا کنم. اینم کفش خوب. نه بهش نمیاد اصلا. خدایی اصلا. یه کفش گاد پیدا کنم. لجند اصلا گاد نداریم. اصلا تو بازی لجند گاد فقط اینو داریم. اینم کفش خوبیه. دیگه چی داریم؟ نه خدایی دیگه چی داریم؟ نه خدایی. خود کفشش هم خوبه ولی خب من اینو ترجیح میدم. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. دوستان نه خدا وکیلی گران اومد. چی رو خلق کرد؟ بهترین ست بازی رو خلق کرد. حتی بهترین که نیست. منظورم چیزی که میشه دوباره بیارتش. و یه مژده به کسایی که واقعا هم ماجیکشون نگه داشتن که احتمالش خیلی زیاد تو ماجیک میاد
ولی اینا نکن 3 تا تندر. البته اسم 3 تا نمیدونم، فکر کنم الکترون چی بود. کلهم اینا هر 4 تاشون یا این گفتن که این زنونه هاش احتمال خیلی زیاد تو ماجیک میاد، ولی احتمالش هم هستش که همشون هم تو ماجیک بیان یا این بیاد تو ماجیک. همین ست زرد قشنگه. و این که دیگه همین دیگه، چیز خاصی دیگه نداره. ها دوستان یه چیز دیگه بهتون به اطلاعاتون میرسونم که گیلد ما افتتاح شده. گیلد ما کلم 2 تا عضو داره، نه 3 تا عضو داره. خب در حال عضوگیری دیگه داشت، بیاین عضو شین، ما رو سربلند کنید. ما پوز یکی رو بخوابونیم زمین. خیلی گردنش کلوف نبود، ولی خب خیلی چیزایی گفتش که ما هم گفتیم میریم واسه خودمون گیلد میزنیم. نه رئیس گیلد قبلی نمیگم، ولی کلمون الان جلوی چشت خودتونم میرم یه تگ گیلد اول بگیرم بعد میزنم. تگ گیلدم که خودم میدونم چیه حالا میزنم میگیره. خب دوستان هم اکنون تگ گیلد را برای شما دوستان جلوی چشتان میزنم. خب اسممونو این اول میذاریم، بعد فاصله نمیشه داد. حالا می نویسیم ASS Assassins dot وای نمیذاره. خب ما اساسینس می نویسیم. خب دوستان ما هم خود گیلدیم، هم تگ گیلدیم، هم رئیس گیلدیم، اصلا ما خودمون خود گیلدیم. خب مثل این که اساسی اسکم داره زنی میذاره، اینو میذاره، ولی فکر کنم دات نمیتونی بذاریم. دات نه، بذارم وایتی رو میتونم بذارم، نه فکر کنم همین اینقدر جا داره. خب دوستان هم اکنون تگ گیلدمان را جلوی چشتان زدیم. به دیگه کلم نونوار شدیم دیگه، تموم شد رفت دیگه. ما چیز دیگه نمیخوایم، چیز دیگه اصلا هیچ دیگه نمیذارم. آقا اصلا من چیز خرج کرده اینجا دیگه نمیذارم. الان این خب نه دوستان نه جدید چیزی شاید بذارم، ولی خب خیلی کم. هر چیزی نمیذارم، مثلا این ست آشغالی ها رو نمیذارم. چی آخه باید دادم ست گاد برای آدم میخواد جم بزنه، برای ست گاد بزنه. خب دوستان تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ. بوس به کلتون به قول بنام.